در آزمون کدبانوی بهترین هنر و ذوق کدبانوها از جمله پخت و پز یکچند نوع طعم‌های ملی که از جانب هنرمندان و کدبانوان شعبه خدمات دولتی آتش نشانی منطقه کلوب از روی نامیناسی‌های آرایش دسترخوان، داشتن ملکه استفاده و گذاشتن ظرف و اشیاءهای بالای میز، آماده و پیشنهاد طعم‌های صبحانه، چاشتگاه و شام، پیشنهاد معلومات آید به نام‌های درست طعم‌ها، غذانوکی و ترکیب آن در لوحه‌ها، مهارت آماده نمودن خوراک‌های محلی، ملی و معاصر، ملکه آماده نمودن نمودهای گوناگون خمیر برای پختن نان و دیگر محصولات نانی به نمایش گذاشته شده پیشکش هیئت حکمان گردید. بر اساس نقشه چاره‌بینی شورای زنان ریاست خدمات دولتی آتش نشانی ولایت ختلان بین گارنیزون‌های کولاب، نارک، شهر توز و جلال‌الدین بلخی آزمون برگزار می‌گردد. کارمند زنان ریاست خدمات دولتی آتش نشانی ولایت ختلان با وجود برابری مردان شبانه روزی ادای وظیفه نمودن، باز هم با احیا نمودن هنرهای مردمی نیز مشغولند. از همه آن چیزهایی که در اینجا ما می‌بینیم محصول هنرهای کارمند زنان جزء تمام منطقه کلاب است. اینچنین در گوشه دیگر بانوان هنرمند شعبه خدمات دولتی آتش نشانی منطقه کلاب یک زمره هنرهای دستی خود را به نمایش گذاشتند که این از ذوق زیبایی پرستی آنها شهادت میداد. چکندوزی، کشیده‌دوزی و زردوزی، بافندگی و شیرازتنی و پرچه‌دوزی که به نمایشگاه ملاحت به اندازه میبخشید محصول از دسترنج این بانوان هنرمند بودند که هر کدام با ذوق بلند هنرمندی و آمادگی همه‌جانبه در این آزمون اشتراک فعالانه داشتند. مقصد از گذراندن این چاره‌بینی در آن است که کارمند زنان جزء تام‌های ریاست خدمات دولتی آتش نشانی ولایت ختلان از هنرهای مردمی قدیمی با خبر باشند و هنرهای مردمی را باز هم رواج و رونق دهند. با مقصد جلب نمودن زنان و دختران هنرمند، کدبانوهای صاحب ذوق، احیا و رشد عنعنه‌های ملی، بلند برداشتن معرفت خانه‌داری، آماده نمودن دختران به حیات مستقلانه، پرورش احساس میهن‌پرستی، احیا و حفظ نگاهداشت بهترین سنت‌های ملی نیاگانمان در سمت آماده نمودن خوراک‌های ملی، خورش‌های بالذت، طعم‌های محلی، بلند برداشتن ذوق کدبانوگی و هنر دسترخوان با اشتراک شورای زنان ریاست خدمات دولتی آتش نشانی ولایت ختلان همساله آزمون کدبانوی بهترین گذرانیده می شود که بهترین ها به دور نهایی راه خط می گیرند. بعدی نتیجه گیری از آزمون مذکور در تالار مجلسگاه شعبه خدمات دولتی آتش نشانی منطقه کلوب جمع آمد دایر گردید که در آن شورای زنان 10 شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب وابسته به پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سخنرانی نمودند. قید گردید که در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان پیشوای ملت مقام زن را در جامعه مرحله به مرحله بلند برداشته برای آنها شرایط مناسب فعالیت را فراهم آورده است. امروز زنان و بانوان تاجیک به خاطر رشد همه ساحه‌های حیات جامعه و دولت از جمله در صف قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق صادقانه خدمت کرده ایستادند. در ظرف سالهای صاحب استقلالی شماره زیادی زنان و بانوان لیاقتمند و بلند اختصاص به خدمت دولتی و اداره‌کنی دولتی جلب کرده شدند و این روند منبع نیز ادامه داده می شود. نقش زنان و بانوان در پایداری صلح و ثبات، حفظ ارزش‌های ملی و فرهنگی، در نهاد فرزندان تربیت نمودن حس وطن‌دوستی، افتخار ملی، انسان دوستی و مسئولیت شناسی، اینچنین پیشگیری کردن عامل‌های نامطلوب اجتماعی مؤثر است. باوری است که زنان و مادران تاجیک منبع نیز در رعایت مقررات قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، به حیات مستقلانه آماده نمودن فرزندان، رشد هنرهای مردمی و بهتر گردیدن زندگی هر یک عائله مملکت نقش ارزشمند خود را می‌گذارند.